چطورین بچه ها؟ اومدیم با ویدیو جدید از مراسم دیولوپر دایرکت ایکس باکس که مراسم مورد انتظاریه. تقریبا چند تا بازی رو گفتن و یه بازی مرموز گفتن، یه آی پی قدیمی، بخشی آی پی قدیمی ژاپنیه، نمیدونیم چیه. و دیولوپر دایرکت میرن توی مثلا گیم پلی رو بیشتر گسترش میدن و مثلا نشون میدن بیشتر از گیم پلی، نمیدونم چجوری بگم، گیم پلی بیشتر نشون میدن و عمق شرکت سازنده رو نشون میدن که چه زحماتی انجام میدن. غذا میخورم با چه وقت سری میز شد ندیدمش، چه وقت چیز گذاشتنه، مراسم گذاشتنه. محیطشو دیدی؟ محیط استودیو رو؟ نه دوم که عالیه. آره خیلی شبیه ریج بود، کاملا بیابون بود. عالی شد. هم منتظر دومم من واقعا. خب بریم سراغ اولیش که لودینگ داره. آره. پلیز استند بای ایکس باکس که او اول رفتن سراغ سورپرایزه. اوه اوه هیچ کی انتظار از تو آب شروع شد. چرا سکیرو دو؟ من خودم میکشم سکیرو 2 باشه عمرن. نه خب نینجا گایدن اینجا فشمو بسیار زیبا. الان محمد رضا نوروزی رو حواست. آره اینجا گایدن واقعا. نینجا گایدن شت. چه فلکسی میکردم که تو راه رو. آره انگار خودش. خب رونمایی کنه اکشن. این منطقیه چیه دیگه. وایسی همین امروز تو فکر نینجا گایدن بودم که مثلا دانلودش کنم بازیش کنم. وای 100% نینجا. امیدوارم نینجا گایدن باشه. چقدر سایبرپانکیه؟ چرا سایبرپانکیه؟ نینجا گایدنه؟ همون خدا کن نینجا گایدن باشه. نینجا گایدن مدرنه؟ چه عادت سالش هم فرق داره. یه جوریه. What the fuck؟ ابندن توکیو آره تو آینده است. اوه پلاتینیوم. این چی بود این نینجا با پلاتینیوم همکاری داره میکنه. شت. ببخشید من داد زدم. گیم پلی رو بگی. آی پی که دست چرا انقدر شبیه ونکویشه؟ آی پی که دست کوی تکمو نه چند دهه قدمت داره. و چیز گوسترانر سوم کرد. گولی گوسترانر سوم شبیه واقعا شبیه گوسترانره. پلاتینیوم نینجا گایدنی که پلاتینیوم میشه. شبیه برزرک شد. چرا واقعا نینجای سایبرپانک چقدر عجیب. آره شبیه شما هست. اونم تو توکیه فکر کنم. گوسترانر خیلی اومده پایین کیفیتش. آره نداره اصلا. به همون آره خوب اما اوکی. خب ببخشید. نه تهران ما فوت کردیم. اوکی چه بازیه، چه محیطی داره این. مثلا نواده ریو مثلا رو 720 بذار اوکیه. نه تهران نه تهران نه تهران نه من سورپرایز ما گایدن سورپرایز مونه. اولم نشونش دادم. این هایابوسا بود. ریو هایابوسا. آه نینجا گایدن. دو تا کاراکتر داره همون. و یکیشون انگار توی محیط سایبرپانکی هست که توکیو، یکی بیرون از اونجاست. اوه نکنه دو تایی دارن میسازن هر کدومشون یه بخش رو میزنن. تو رو خدا نه اینا به هم رسید. اوه شبیه دی ام سی 5 همون. آره بعد 4 نه 4 بعد 4 نینجا گایدن یاو. واسه ببینید الان چی میگه. عاشقشم. خب یه پیش بینیم به فنا رفت تو
最強の忍者とな ولی り اوکی. 容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードア این クション نسخه اصلی جدید از این سری نینجا گایدن 忍者ガイデン4を発表 با させていた آلتیمیت だき نینجا ました تبدیل میشه و 本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発 کلابریشن همکاری بین تیم نینجا و بس ببینم اصلا رکوردم آره رکوردم プラチナゲームズ ریدم تو خودم というジャンルにおける در حالی که کامیون نیست دیگه تو پلاتینیوم ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトル آره を کامیون که سازنده بایونتا و نیره امشب تو اصلا توییتر بعید نیست. 10 امشب تو توییتر 年以上 میشه の時を超えて新たに皆さん گفتم اصلا 10 دارن احیا میکنن より多くの方 آخرین に نسخه نمیدونم واقعی بود یا نه گفتم پلاتینیوم اصلا میخواد برشکست شو اینا از بین بره فریم یا با نینجا گایدن زیپ توی تجربه خیلی کامل هم جدید پلیرها میتونن خودشون رو غرق 先ほど کنن ご覧いただいた映像の中で تریلر که دیدید یو هایابوسا توش بود که این نقش حیاتی داره توی داستان 密接に関わってきますなぜヤクモと戦うことになったのか竜ハヤブサが戦う目的は何 اسم کاراکتر جدید یاکوموه 物語の中で展開 و して در میگه توی داستانشون به جای داستان میرسه که این دوتا بخورن و آره کارش انگیزه‌شو میفهمی که توی داستان چرا داره این کارو میکنه شنگ ژاپنی بازیه توی توکیو که رین آف دارک رادز کاز بای دارک درگن یه اژدهای تاریکی یه بارون ایجاد کرده توی توکیو که واسه ویرانی شده اوه دارک درگن توی لور چیز هست اینجا گایده میگه تا وقتی که بارونه تمام نشه چه چوکیو بالا تا ادامه داره آره و این جنگ ادامه داره عجب چیزیه اینجا ریون کلان اوه رقیب رقیب کلن کلن کلاناشون دقیقا روبروی همن و اینا ریونن آه これまで اوه 人間 خدا シリーズで描かれ وای نه たダークでハードな世界観は継承しそこにさらに危機を感じさせ این る要素 امشب として این امشب میم میشه 呪い آره. や جد این امشب میم 混 میشه 沌とした空間のデザインを取り入れています خجالت ステージプレイ بکش 中 به خدا میم میشه ولی با من مسخره بابا خیلی سیستمش خوب بود با چی فکتیه ヤクモをピンチに陥れることでしょう舞台となる東京はとある出来 خب 事に چرا よって چرا 街全 غیر 体 از が این 崩 مگه 壊し بشه 魔族や باز اصلا نیمه اوپن بگیرم طبق عادت بازی جدیدتر 環境全体 ولی が اون تیکه‌ای که داشت اسلاید می‌کرد و اینا قشنگ من یاد ونکویش انداخت آره و گوسترانر هم راست میگن 前作より اونجا 的に自由度の増した چرا گرافیکش خوبه ونکویش خیلی قشنگه بازیش シリーズ同じ نه، شاهکار نی ولی خوبه برای آره این چیزا. مثلا چون خوش اولویت هم 60 ای به خرج ببین احتمال اولویتشون 60 تا حتی 120 فریمه گیم پلی سرعتی و روون で爽快なシチュエーションを多く追加しました مثلا این ریل これら以外にも ریل نوردی اگه بخوام بگم این مثلا جدیده کاملا 隠されたアイテムなどを用意しており چقدر مدرن کردن اصلا 上がってい نبود くテンションにも驚いていただけると思います من کیفیت برام ملاک نیست ولی بعضم اگه خیلی به آپگرید کنن کیفیت رو خیلی بعضم بهتره اگه امسالیات ولی من گیم پلی بیشتر ملاکه برام ولی یاکوما جوون‌تره و میگه جاپای ریو میذاره که بگه دیگه مستر خب نینجا بشه دیگه خب ولی خب در این حال گذشته از اون کلن رقیبو داره مقابل میکنه اونو داره سایه‌شو داره ایشالا که بازی سخت باشه مثل یه این دارک درگن مثل انمی ها رو داره نشون میده شیاطینی که هستن توی دنیای بازی این زاسو میکتر دشمنه که قبلا تو نسخه قبلی هم بودن که انقدر دیتا داره چند وقت پلاتینیوم بازی نشون نداده 3 ساله 従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ اتفاقا 目に این も止ま امروز らぬ یه スピードで یک گزارشی در 敵との攻防を繰り اومد 広げることができます از یعنی رسمی نبود یعنی که مثلا اینکه استادم سابقه کنم بود از این سابقه پلاتینیوم از استرچین ヤク 2 モが使える新要素 که قد داشتن میساختن کامیون روی پروژه نظارت داشته آخر これまでから سر نوع پیاده سازی و ایده و اختلاف میخورن و اصلا یکی از دلیل به اصلی خدا یاد برزرک میافتم これま سر での همین 忍者ガイ اسفالت デン چین で 2 بوده و انگار الان پروژه ریبوت شده و قراره که یه بازی نینتندو سویچ 2 باشه 多勢 حالا に به 無勢 فرم の状 متفاوت 態が حداقل 長 تو く続く داستان 戦 و 況を一 مراحلش 気に覆すことができますもちろん1対1の戦闘における比率機も健在です プレイヤー قبلش の 2019 ガー بود ドや回避をしてくるため緊張感のある شمشیرش 戦闘 دراز میشه شق میکنه 敵の動きをしっかりと捉えながら نوردهای 一瞬の隙を بامبیگان 逃さず زیادی に داره 攻撃を仕掛けていくことが重要です یاد یارو تو بلیش میافتم خیلی مشابه همون نینجا گایدن همین شکلیه さらなる進化を ولی خب خیلی اومدن روون‌تر و مدرن‌تر
特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部に بحث اکشن ما درباره هر جزئیات صحبت می‌کنیم روزانه چال احساس گیم پلی چه تعادلی که گذاشته استایل یاکومو یه مقدار با ریو متفاوته اما در عین حال سبک اکشنش همون چیزی که آشنا باشه برای نینجا گایدن ریون استایل نوع استایل 敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや滅却、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろん役までも健在です همونه تقریبا فقط مدرن ترش کردن اسلحه‌ای که یاکومو داره و حالا تکنیکاش تاثیرگذاره به واسه اینکه طرفدار قدیمی‌ها رو بگم شاکی نشن و اینا ریو رو گذاشتن نه اینجوریه که ببین شبیه اونقدر عجیب غریبه و مثلا متفاوت به نظر نمی‌رسه ولی بردنش تو آینده دید جدید و باحال خیلی نگاه خوبیه که ببینیم این نینجا تو آینده تو نینجا گایدن چه شکلی میتونه تعریف بشه و تصویر باحالی داره میده لیترالی خودشه ببین حتی من هی میخوام نگم اون دیوار زردم شبیه گوسترانر بود خیلی فرق داره میدونم ولی واقعا انگار اینا دیگه خیلی شبیه بود نگاه کردم گفتم اسکی رفتن دیگه چرا مثل اینم کشی زنگ زد مستر کالکشن بابا نداره این الان چیه آیا این نمیخوره هم قبلی باشه؟ یه ذره فرق میکنه این ریمستر قبلی هست فکر کنم و آنریلو برای این زد آره آنریلو برای این زده ریمستره اصلا معلومه اوه یا که نه داره فقط چیزو نشون میده حالا بهش میخوره که ریمستر باشه خیلی بیشتر ریمستر آره اومدم سیگما ریمستر نبود که نسخه PS چی شد؟ زنگ زدم این که این میاد نکنه اینم ویرچوز ساخته نینجا گایدن دو بلک او مای گاد ریمستره جداگانه رفتن سراغ مگه نگفتن فایل اینا رو گم کردن احتمالاً یه جوری از اول ساختن میدونی واقعا گم کرده بودن فایلای بازی گم کردن نه میخواستن اونا رو فقط ریلیز ساده کنه پورت کنن و نسخه بلک رو نداشتن سیگما هایی که رو پی اس 3 داده بود رفت یه نسخه ضعیف‌ترن اینو ریمستر پایه دارن اینو ریورس انجینیر کردن اینو از اول دارن میسازن آره ریمیک دیگه تقریبا یا همین امروز در دسترس و میتونید دانلودش کنید اوه گاد آقا علی در حالی که باید منتظر ببین دو رو میتونید ریمستر نینجا گایدن 2 رو چون بلک نداشته دو نسخه دفینیتیوش اسمش گذاشتن بلک الان من نصبش میکنم اسم مراسمو جای دیولپر دایرکت استالگی نینجا گایدنه اسم مراسم جای این باید باشه شادو دراپ جای دیولپر دایرکت هر دفعه داره این اتفاق میفته محمد رضا نوروزی الان مثل اون گیف ساوت پارک آره Year of the Ninja اوکی آقا من که راضیم گیم پس وایسا بعد الان چیزا رو گیم پس یعنی هم نینجا گایدن 4 هم نینجا گایدن 2 بلک که امروز میاد اون نبودم پس روی پی سی باید بگیریم بابا من داشتم هفته پیش من رفیقم یه کد 2 هفته‌ای به رایگان بهم داد میزنم بعد دانلود میکنم بخوای نگو اگه منظورم نگو گفتم حسودی میشه به چیزایی که گیم پس اوکی آقا رضا گیم پس داره تمام شد هفته پیش خب برای من هل بلید نصفه موند آی محترم گذاشته 5 ساعته وقت ندارم این از سازنده VIP فیو که بخش واقعا بازی قشنگیه VIP فیو این یکی هم بعضم قشنگ باشه ولی نسبت به گیم پلی VIP فیو اصلا نمیرسه سیاپوست هم که مثل همیشه باید باشه سیاست های کیری
آرت استایل متفاوت و خوشگل. آره مثلا موومنت ها یه مقدار شبیه استایدایورس که مثلا با فریم ریت پایین‌تر. آره، فکر می‌کنم 23 یا 24. 24 معمولا بهش میگن. As long as you didn't forget the flashlight and batteries. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. Won't be rushed if you didn't. Don't mumble. آره هم دقیقاً متشکرم. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this اینجا هم up باید right فلکس کنیم که انقدر مثلا هنوزم رکوردیم. رکورد. اینا کات نمیکنم به هیچ جام نی. سیل آمد. مامانش تو خونه بود و خونه رو سیل برد. ها؟ این صدا میشه بازیگر نقشه هست. چقدر شبیه خود نقشه اصلیه. آیا کسی منشن قراره بکنه؟ چیکار کردی؟ خود کاراکتر اصلیه. دختره صدا پیشش. یه آرت جادویی داره. اسم کاراکتر اصلی هیزله. The grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Hazel can perceive both the mystical strands. آدم‌هایی هستن توی دنیا بازی که لقب ویور بهشون داده میشه و وقتی بهشون اعطا میشه میتونن قابلیت‌های جادویی کسب کنن. ویور سمور فکر می‌کنم منظورش همونه. نه ویور بافنده. اون ویوره. راست میگی اون ویوره. چرا برای لقب جادوگر رو سمور؟ و واسه مثلا الهام گرفت از داستان‌های مثلا قدیمی تر افسانه‌هایی که مثلا تو منطقه آمریکا بوده. گاداوار مناطق آمریکا. این ماهیه قرار شخصیت همراهتون باشه توی بازی. ها؟ صدای ماهیه عالیه. Meeting Catfish marks the true انگار جزء فرست. صداش خیلی خوب بود. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons are a spindle. بعیدم نیست. اسکی رفته باشه. Her magic abilities سلاح‌های شخص داریم می‌بینی. lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. اون جونه چیه بالا سمت شب؟ نمیدونم جونه چیه؟ یخی دیوار جادویی درست کنه که بتونه موانع از پیش رو برداره. آبجکت میتونه ظاهر کنه. اوکی فهمیدم. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as aints. The manifestations of corruption Hazel دوشنه مختلفی داره که حالا باید استراتژی مختلفی داره. گیم پلیش کنده. اینجوریه که چقدر مثلا کامبت قراره مثلا اتفاقات درگیر کنه. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes. اول به نظر میاد چیزای گوگلی تر باشه واسش برید از این تایپش with chilling speed. بازی جدی‌تر چیزی که Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks. کنده گیم پلی. But close combat is risky and can backfire because aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing یه سری اسپل هم داری. Pull distant enemies close to start melee combos. Pull back to interrupt and start. از راه دور هول بدی بکشیشون. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios. میگه به هر تایپ انمی میتونیم هر اسپل یا حرکتی که میزنید بس اون دشمن میتونه متفاوت. آره همین که گفت. Which has the added benefit of providing L boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you will have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive.
built around chaining attacks, landing precise strikes, and اونقدر unraveling سریع نیست ولی خوبه. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low price بچه of ناف $1. جنوب آمریکا. In بچه Hazel's ناف search for her کارولینا. mother, you'll explore multiple regions, و هدف each اصلیش ruled by هم a باشه mythical پیدا کردن creature with مادرشه their own دیگه. Southern Gothic history. داستان. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or گریه‌های animal, مختلفی were داره. transformed by tragedy. Their secrets waiting to be و discovered. جونورهای عجیب غریب زیادی As a می‌بینیم مثل weaver, این Hazel و heals خیلی these چیزا اصلا به creatures by خاطر اتفاقی collecting که افتاده fragments of تغییر haunted کردن. memories. نه عادی بودیه We call بودن these که به خاطر echoes, جادوی which reveal تاریکی each که creature's احتمالاً past. اومده تغییر کردن. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes درباره composed تلاششون برای حالا متفاوت نشدن ریجن های مختلف دارن صحبت میکنن. حالا چه طراحی دشمن ها، چه خود محیط، حتی موزیکی که پخش میشه توی هر محیط. Our boss encounters and gameplay sequences و یه سری موجود هستن که حالا مثلا تاثیر شدن توسط جادوی تاریکی. حالا باید شکستشون بدی و بعد بتونی اونو درمانشون کنی. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. بله بله. این قشنگه. Each of these وجدان همه نشون نده باشه. همه رو نشون بده. آخه تمسا خیلی این باس فایت ها رو توی نمایش اول بازی هم دیدیم. نه این بود. نه فقط شاید تمسا تو رودخونه بود. اینجوری روشی درخت مستقیم نشون از داخل رودخونه در اومد. همونه. اینجوری اینقدر با دیتیل نشون نده فایتشو. ولی محیط‌های بازی در این حال که توی یک منطقه متنوع به نظر میاد. نه اصلا گفت چند تا منطقه است. اوه گفته تنوع محیطی داره منطقه. Decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugal. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. این هر چقدر که جلوتر می‌کنه که رسی هیزل وارد قلمرو عمیق‌تری از حالا فانتزی. یه عجب چیزیه. Like our bottle trees and Haintblue porches, which are said to ward off evil spirits. The weight of the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. این که در که رضا منتظر دوم دارک ایجز اینه که و علاقه داره به دارک ایجز. نیاز نشه اشاره کنم. This time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories to adapt how they look and to craft our own version of it. خودم میوت کنم یه غذایی بخورم. حالت فولکو داشته باشه. شما ببینید. بک‌گراند زیادی. چی نمیگم. موزیکاش هم اینو داره نشون میده. آره موزیکاش دقیقاً مثلا یه چیز افتاد. کورالان. دقیقاً. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoy this deep dive into South of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-order on Xbox. 8 آپریل میاد بازی و پیشخدمتش همین الان برای ایکس باکس و استیم موجوده. خب این بازی آوریلش. همچنان جو هست واسه اینکه دوم گفتن میاد. اگه انقدر پشتم میخوام بدم چند تا بازی میخوام بدم. بریم سندفال. خیلی عجیب شد. من با سندفال و بازیش هیچ آشنایی ندارم. اینو توضیح بدید. این اسم استودیو سندفال. آره میدونم. و بازیش کلر ابسکیور اکسپدیشن 33. این همونی که گفتیم که کامبتش ورتیکال و چیز everyone. We are Sunfall Interactive. از خود ناف فرانسه چی نام چیزه مونگولیان. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur Expedition 33. RPG set in the fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. نسبت به بازی اول خوبه. Our grand adventure actually started as a solo pack. I wanted to create something that combat I grew up with and loved,
but that fully leverages the latest اجو گذاشته رو میزش. You fresh the genre with new features and to اون place جز in a واقعا competing خوشگله. world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based چیزی که دقت کردم الان استودیوشون چقدر ساده و یونیکه، مثل انگار یه خونه اجاره کردن اومدن توش بازی رو بسازن. خیلی خونه ساده ایه نسبت به مثلا شرکت ها دیگه، چون بازی اولشون هم هست دیگه. I quit my job the following week and joined the team without hesitation. درباره این داره توضیح میده که چجوری اعضا رو جمع کرده اصلا کنار. حالا میگه گیمر بودم، میگم ما جفتمون گیم. خوب سگ رو ببین. ندیدم. سگ همون سگ قویه تو نیمه. چیزه. اونو باید بگیریم. بول خدا بود میخوام اونو. ولی مثلا طرف الان گفت وقتی ایده واسه من توضیح همون هفته کارم اومدم بیرون حالت شدم این بازی واقعا خوشگله. منم خیلی دوست دارم اینو بازی کنم. چرا انقدر انوایرمنتش خفنه، خیلی باحاله. میشه بیشتر نشونش بدی؟ خیلی چیزن دیگه، مثلا دقیقاً منو یاد این سازنده های چیز میندازن. چیه؟ شخصیت اصلی چی می‌بینی؟ Every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years اونا فرانسوی هستن و یه ذره استایل کارشون بازشون آره آسو. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. این داستان کم شدن اکسپدیشن ها منجر به چی میشه؟ گفت یه پینترستی هست انگار داره دنیا رو به نابودی میکشونه و اسمشون ماموریتشون اینه که برن سراغ اون و نابودش کنن و کارم 32 تا بودن روایت اکسپدیشن 33 اومده. نه برعکس 34 از بین رفتن و الان نوبت 33 میاد پایین همینجوری. آره گفت هی زودتر جمع‌تر میمیرن. I'm sorry about Alia. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is an existential threat. یاد بولدرز گیت منو میندازه. خود بولدرز گیت انگار. Both to each other and to themselves. What are we gonna do? Tell me. دقیقا صدای دختره خیلی شبیه چیز اتفاقا. اسمش make peace with their fate. What duty do we owe to each other or خودش These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Amicia. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow صدا همونه. Expedition 33. ریجنی هم که توش داره اتفاق میفته بهش میگن آره. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight معنی all the چیز time. میدونه. To them, the mission گوستاو is and لون این دو تا کاراکترها نور میده شم نور فکر کنم. اون لومنه برای آنریل مثلا Contrast that with لومنه. Ciel, این whose darkest لومیه. days از اون already گرفتن happened. احتمالاً گرفتن. What are the stars whispering to you? لاتینش. Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life. از مختلف گروهشون بود. Gustav, are you real? تا اینجا میدونیم که خیلی واسه داستان میره. Along the way, احتمالاً از اون بازیایی که آخرش قلبت میشکنه. آره چند تا پایان داره که همش بده. همش بده تا صبح بده قشنگ معلومه. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? گفت همه محیط دارک نیست یه این کاراکتر داره. طنزم داره بازی. He's very چرا What the fuck? نگاه میکامی اومده داره باز a group of playful beings who view battle as a form of meditation. جستراگ They're fun and sort of ridiculous. گفتن دارک یه دفعه آهنگ پخش شد. Across the game. مونوکو اسم نژاد موجودش.
And of course there is اسکی. چرا سم شدی هوا؟ چرا ژاپنیه ظاهرا؟ آره. واقعا رفتم تو کانال فاینال فانتزی. این عجب چیزیه. چه سمیه. این چقدر خوبه. با چی رو هوا بود؟ نه آب بود. این کیسه هوا بود. شبیه بیکی رو سیکس رو بریم. خیلی بزرگ. And each of them چه عجیب شد این از این کاراکترسی آخر خوش گریه میخون گریه میکنی آخرش ما چارلی کاکس قطعا این اتفاق میفته زمینه شو داره اینا داره اصل چهارم منتظر یه ماه دفتر نمیاد یک ماه کلا 13 قسمت کلا 8 قسمت من سه فصل گذشته رو فکر کنم 4 بار دیدم تو یه ماه میخوام 4 بار بشینم دوباره نگاش کنم یه برنامه بذاریم واقعا از فصل شاه بشین ببینید دیگه با کاستوم پانیشرش Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at role-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize a character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost the player's all-power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game Every character has more than 20 unique skills in their skill tree, and hundreds of they can get through Lumina and weapons. So a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Final Fantasy اگه ژاپنیه. Final Fantasy اگه ژاپنیه. فرانسوی مسافه بایتش خیلی شبیه Our story is set in the French fantasy دقیقا شبیه چیز and I اتفاقا. was really excited to design something میگه استوری ما سر بیسش سر فرانسه است یه حالت فرانسوی داره هر کدوم از محیط‌های بازی کاملا یک شناسه مخصوص به خودشون دارن و اکثری محیط‌ها مثل این ویلجی که داره نشون میده کاملا فانه و پر از آیتم‌های کمدیه It's a place where anyone could find you at any point, which is pretty much what the Jestrals are like. اسم این بانمکا جستراله نژادشون The Jestral village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Jestrals, forgotten wood and toys in the box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy and danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur with a black استودیویی که حالش خوبه واضحا. آره، عشق می‌کنه. فورتیش هم که آرکین حساب فرانسویه. Definitely a Jestral. For Eske, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant balloon and old Victorian pillows with many intricate اگه مثل ناتی داگ هم گیف بغل میکنه. and ideas and visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is a completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. John? And it was a real challenge to create, both artistically and it ended up a lot bigger این than آقور واقعه عالیه چه شنایی میکرد پاهاشو شلوارک باشه شلوارک عالیه entire hidden levels. یارو هم شنا مونه پرواز You will have چقدر خوبه
مثلا اگه پیام خاص مهمه حتما بهم بگو. گنده یه دفعه میاد میره واسه تریلر. Expedition 33 تاریخ آیا میده؟ April 24th 24 Xbox Series X and S بگذارید من with Xbox Game Pass. یعنی 2 هفته بعد از اون already wishes the game. آفرین از ماهی واسه که ایکس باکس برنامه‌های زیادی برای ادامه سالش. آیا واقعا ایکس باکس برای 2025 بالاخره پخته؟ جوان مثلا کلی بازی جدید نشونه با این وضعیت. ببین دوم اگه میلیون یه بر بقیه تابستون چی نمیده یا تابستون آخرش یا میگه تابستون چی نمیده Demain viendra. چی میگه؟ دومن tomorrow comes. فردا میآید 4 اردیبهشت دومن یعنی فردا. آقا من ایدیامو نگم میدم مورد بازی بهار. آیا ایدی میگیری؟ نه ولی نگم به زودی متوجه خواهید همون که میگیری. بریم برای دوم. به آب زنید راه چرت و پرت چیه خیلی خوبه آقا بی خیال آب زنید راه ای جانم آهنگ وقت دومه پسر واقعا دلم مدت ها بود دوم جدید میخواست ولی جای میک گوردون خالیه ببین میدونم استودیو رو بگی ولی امیدوارم کارو در آورده course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. کسیه که آیا امینه؟ این کسیه که تو چته ولی من تو دفترم و همین گویای همه چیز هست اوه اجا چیزی دارم که چی؟ To work on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. چه تغییری جاه طلبانه ترین بازیشونه That was so stupid I در تاریخ ایت ساخته. چی شده؟ اوه صاحبش اومد با گرز اومد انقدر چیز میذاره تو این بازی یا من دوست دارم سپرش چجوری هم اگه واقعی باشه یا نه به نظرم این قبل از دوم اورجیناله یعنی دوم 1 یعنی این کارا قبل دوم 1 اتفاق میفته داستانش بوس به همه تون ما سپرا رو میخوام وقت پخت و پز ریکوئل دوم 2016 مرسی عاشق سپرم آها میگن که نیازی نیست حتما بازی کرده باشین نسخه قبلی میتونین اصلا در اولین بارتون باشه که دارید دوم تجربه میکنید و مشکل از این بابت نخواهید داشت منظورش از انتری سریز کلاسیک هاست یا 2016 و ایترناله کلا داره میگه In Doom the Dark Ages, you'll be an iron tank. میگه اونجا مثل جت جنگنده بود توی ایترنال اینجا یه تانک آهنی. ببین این فلسفه سافر رو خیلی دوست دارم یعنی میاد میگه که آقا اول میگه ما میخوایم تو این بازیکن حس تانک بدیم هری داره بازی به لطف بشی چه حالی میده ریوالور این چیزی که گفت مثل تانک و اینا مثل جت منظورش این بود که توی اترنال سرعتی کار میکردی ولی تو این بازی دارک ایج قدرتیه بیشتر بهت رسما میگن شیلد ساخت خدایا خب تو آمریکاه دوم 2016 ریبوت دیگه همونجا به بعد دیگه علاوه داستانی 2016 دیگه کلاسیکا رو در نظر نمیگیری آره 2016 به بعد مطرحه الان ببین تو بازی قبلی ها چینسا داشت الان دیگه این دوتا کسبه های قبلی هم اینا رو داشتیم اینو نداشتیم من با دوم 2016 اصلا حال نکردم ببین الان چینسا رو اومدن تبدیل کردن به یه اسلحه مین وپن کنارش تو چینسا رو دیدی؟ نه اینو به جای چینسا آوردن آره دیگه پره به جای اون و شیلد اومد آره شیلد هم کار شیلد میکنه هم چینسا چه پری ولی اینو در نظر بگیرید که همیشه سری دوم از 2016 بعد یه سری آیتم اسپشیال هم اضافه میکنه بعد از احتمالاً گرده یکی از اینو ببین
جمجمه خورد میکنه میپاچونه. واقعا دوستم میکنه جمجمه. 3 تا میلی آپشن داری توی موردتون میلیتون. احتمالاً گرزه جزو اون اسپشیال است. به اون سمت چپ پر میشه. آره. من منظورم از اسپشیال مثل اون شمشیر است. آره. که یه دونه. فینیشر داره. آها ببینید فینیشراش متفاوت کردم با قبلی‌ها که میرفت نشون زوم می‌کرد و اینا. خیلی من اون دوست دارم. کامل با خودت کدوم زاویه انجام بدید، لگد بزنید با هر چی اینجوری. بابا من فینیشر میخوام. پیس نیفته اکشنه که یهو زوم کنه. این عجب چیزیه. خیلی قشنگه. به به به. آیا بی اف جی جدیده؟ نه فکر نکنم. من اون فینیشر که زوم میکرد خیلی دوست دارم. آره واقعا یکی بود. با این جمجمه عالی خیلی قشنگ بود. اسنایپرش نیلگان بود. اوف پلاسما. آره دیگه پلاسما. میشه بی اف جی رو نشون بدید؟ ببین اگه فینیشر نباشه من اون حس دوم بودن واقعا نمیگیرم. نمیدونم چرا. نمایشه بهتر. چی مسترچیف؟ آخرش مسترچیف رو نشون بده. عمران کنه. یه بازی یه مود آنلاینش مسترچیف. ویلن بازی مسترچیفه. پایان بعد میکشه. باس آخر. مسترچیف قطعا دومگاه رو پاره میکنه. آره واقعا پارهش میکنه. لهش میکنه. الان هیچی نگه ببینیم موزیک چجوری. حتی آربیتر هم میتونی. نه فکر کنم. موزیک بذار. اوه وای اوه پورتا نه تلپورت باشید تلپورت سپر زیج خودش تلپورت شد سمت شبیه چیزه شبیه کاداور خیلی باحال بود. سپر نه خب پس شیلده ابزار تلپورت هم هست. شیلده عجب چیزیه. شاید یه چیز دیگه هم هست. شیلده کل بازی رو در میاره. آها تو اونجرز هم سپرش همین سپر کف. And under the hood, for the first time in an id game, we've made our combat more approachable and flexible than ever before. تاریخ ساخته ما بیشتر از همیشه در اختیار کردیم. آها مودیفایر گذاشته برای درجه سختی. اومده جایزه چیزام داره اکسسیبیلیتی هم. دقیقاً. این درجه سختی رو تو موارد مختلف گیم سرعت بازی رو میتونید ببرید بالا. گیم اسپید رو همیشه دیگه اولد اسکوله. آره گیم اسپید مثلا تو بومر شوترها ترینرها و اینا مثلا اوه گیم اسپید مثلا سرعتی این چه اتفاقی داره میفته الان؟ یاد قدیما ربات هست دیگه که تو تریلر نمایش شده. اوه عجب چیزی. چیزی. میگه اندازه ساختمونه. این چیزه عملا پاسیفیک دریمه. پایتون نه پاسیفیک دریم. این شیت اجدها هست که یا اول این شاکاره. نبرد هوا. ببین رباته یاد اونگلیون میافتم. Oh my god. ببین گفت تانکه بعدی همیشه گیر بتازه. خیلی قشنگ. آها حالا میخواد بره سراغ بسته خستگیم در رفت. اصلا از پیترنال خیلی تلاش کردن که یونیورس رو خیلی گسترده تر کنن. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut God of War دقیقا and smash your way through environments full of secrets and treasures. بیشتر ببینیم تو بازی. There's always something new waiting to be discovered. شاید این کالکتیو جمع کردنش. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls. خب نیروهای شیطانی الان توی مرحله حمله کردن و باید مقاومت کنن و تو خدا رو دومستر که این شهر نجات بدن. With any gun you choose. تو این فیزیک بیس نیلگانش.
جاذبه تاثیر داره. Explore what is the largest play space ever in a Doom game. Discovering نه داستان خودشون زدن. مرحله بعدی میره سراغ داستان. این آلتیمیت چیزی شارژ شده قرمز بود. You control the pace of the game. شنا داشت. Where you go, who you fight. اونایی که مثلا تیراش برگرده قشنگ رنگش رو معلومه سبزه. پری کنی تیر برگرده. محیطش بازتر از نسخه قبلی آزادی عمل بهت میده توی گشت. نکو این باسه دیابلوه؟ باسه خیلی شبیه کارت دیابلو بود. امیرعلی بود. خود امیرعلی بود. آهنگسازه کیه؟ فینیشینگ موو. اسم تیم موزیکه. جای میک گوردون خالی. حالا بریم سراغ داستان. The story of Doom the Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. توی لول شبیه مستر چیف فقط کاراکتر قلبانی داره. این عالیه. With the Slayer imprisoned at the start of our story. آیا حرف خواهد زد کاراکتر در بازی؟ کسی به نظرم زیاد به داستان اهمیتی نمیده. شنل داره. رستم استایله. آره قشنگ رستم استایلیه. خیلی خوبه. کلی کاتسین قراره ببینیم توی بازی. قبلا نمیشه. کلی کاراکتری که تاثیر دارن. خیلی حرف بزنم. شاید لال شه تو این بازی. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game it has ever made. But that is for you to دنبالم the Dark Ages releases. وای نه واقعا نمیشه. 4 تا بازی نشون دادن، 3 تاش تو درست بود تاریخ. 15 لو رفته بود. ریوردرش هم اومد بالا. از اونجایی که تولدم بود و هست هنوز تقریبا میکشیم. آره برام لطفاً آتیش دارک ایجز رو بخرید تا من یک هفته دفتر نیام. نه دیگه ببین می‌خریم بریم. حالا بریم سراغ اخبار باقی مونده از دایرکت امشب. نداره دیگه. نکنم. آره دیگه. فانتزی میگه. پشتنه. میگه. ببین تو حساب کن تا یعنی تا قبل جوان رو نشون دادن که جوان بیان بعدش رو نشون دادن. فیبل رو نشون دادن. استیت آف دیکی پرفکت دارک رو بالاخره توی مادرتون نشون وا این خیلی من هکن اسلش خوب واقعا استفاده می‌کنم. تمام بازی‌های آینده ایکس باکس دی وان آن گیم پس. آره همش روز اول میاد. بچه‌ها که منو بشناسن میدونن من خودمو میکشم واسه هکن اسلش. عاشق هکن اسلشم. آقا دمتون گرم. همتون ممنونم که همراه بودید و دمتون حسابی گرم. تمام یعنی چی؟ بله. Thanks for watching. واقعا من خبر فانتزی 16 نگفتم. نه دیگه تو این ایونت واقعا جاش خیلی چیزای خفنی نشوندن. من به شخص راضی بودم. حتی همینطور. ساوث اف میدنایت هم که بهش یعنی امید خاصی نداشتم و اینا واقعا جالب بود. فقط تنها چیزی که برام سوال اینه که نینجا گایدن این بلک رو ببین. باید و بلکه رو بعد دانلود کن اگه کرک شد. آره دیگه بس ویدیو طولانی شد منظرم دیگه. من این مراسم کوفتی هم تموم مثل مراسم های دیگه تا مراسم دیگه و ویدیو دیگه. خداحافظ.